یعنی در تجربه اگر گیریم بسیار مردم بوی هستند و شاید اکثر از آنها شاید چنانکه که گفته گذاشتیم فاسق هستند. زکات میگویند و از مالشان مثلا صدها خانه های فروشی دارند و از آن صدها خانه ها زکات گفته بسیار پول ناچیز میدهند، مثلا 100 سامان به یگان کمبغل میدهند و گویا که اثرشان زکاتشان ساقط شد. آیا همین درست است؟ نه، این زکات نیست. زکات مالی مخصوص است. مالی مخصوص این از پیش خدا 100 سامان 20 سامان نمیبرارد. الله تعالی 2.5% واجب کرده است به پول نقد و به مالهای تجارتی. مثلا ما زکات گوسفند و گاو و شتر دیگر از ما بیان کرده هستیم الهیده. زکات میوه ها عشر است، یعنی از 10 یا که نصف عشر، یعنی که از 21 اون زکات الهیده است. لیکن اساساً اکثری مال مردم پول نقد و مالهای تجاری هست، مالهایی که به تجارت گذاشته شده است. بنابراین از اینها از همه زکات کم 2.5% است. در یک سال یک مراتبه 2.5% زکات میدهند. اگر نداده باشد حساب کرده میدهد، تا امروز نداده باشد سالهای پیشین را هم قرض در ذمه‌اش باقی میماند.